اگه شما پزشک یا پرستار هستید و به فکر کار کردن تو آلمان افتادید، دقیقاً جای درستی اومدید. تو این برنامه میخوایم یه نقشه راه خیلی واضح و قدم به قدم رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم چطور میشه به این هدف رسید. پس بزن بریم. احتمالاً این سوال خیلی وقته که ذهن شما رو درگیر کرده، نه؟ و خب دلیل خیلی خوبی هم داره. سیستم درمانی پیشرفته آلمان همیشه یه مقصد جذاب بوده. اما مهمتر از اون، الان یه فرصت کاملاً واقعیه برای متخصصای بین‌المللی مثل شما. و ببینید، این فقط یه آرزو یا رویا نیست. واقعیت اینه که آلمان با یه کمبود نیروی کار خیلی جدی تو بخش درمان روبروه. داریم از صدها هزار پرستار و هزاران پزشک تو دهه آینده حرف میزنیم. این کمبود در واقع بزرگترین فرصت برای شماست. نشون میده که الان، دقیقاً همین الان، بهترین وقته که اقدام کنید. خب برای اینکه این مسیر پیچیده رو ساده کنیم، همه چیز رو به 6 بخش اصلی تقسیم کردیم. اول می‌بینیم اصلاً چرا آلمان. بعد 2 راه اصلی که پیش روتونه رو بررسی می‌کنیم. بعدش میریم سراغ نقشه راه جداگونه برای پزشک‌ها و پرستارها. یه نگاهی هم به زندگی و کار اونجا میندازیم و آخرش هم با چند تا توصیه کلیدی جمع‌بندیش می‌کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. اصلاً چرا آلمان؟ شاید یه سری دلایل کلی تو ذهنتون باشه، اما یه سری تغییرات جدید و مهم تو راهه که آلمان رو به یه گزینه فوق‌العاده تبدیل کرده. بیایید دقیق‌تر ببینیم این دلایل چی هستن. همه ما میدونیم که سیستم درمانی آلمان پیشرفته است و دانشگاه‌های معتبری داره. اینا که به کنار. اما نکته کلیدی که میخوام روش تاکید کنم اینه. قوانین جدید مهاجرتی که از سال 2025 قرار اجرایی بشن، یه جورایی بازی رو عوض کردن. این قوانین کل فرایند رو برای متخصصهای خارجی مثل شما سریع‌تر و خیلی شفاف‌تر میکنن. این یعنی چی؟ یعنی یه فرصت طلایی که تو چند سال اخیر بی سابقه بوده، دقیقاً جلوی روی شماست. خب، حالا که فهمیدیم چرا، وقتشه بریم سراغ چطور. شما همین اول راه با یه انتخاب خیلی استراتژیک روبرو هستید. در واقع 2 مسیر اصلی برای ورود به سیستم درمانی آلمان وجود داره. اینجا یه تصمیم خیلی مهمه. شما کدوم مسیر رو انتخاب می‌کنید؟ مسیر ادامه تحصیل یه جورایی یه سرمایه‌گذاری بلند مدت روی تخصص و اعتبار بالاتر. از اون طرف مسیر اشتغال مستقیم، یعنی سریعتر به استقلال مالی میرسید. باید به اهداف خودتون فکر کنید. آیا دنبال گرفتن یه تخصص خیلی خاص هستید یا نه میخوای هرچه زودتر وارد بازار کار بشید و کارتون رو شروع کنید؟ بسیار خوب، حالا وقتشه که مسیر را برای پزشکای عزیز باز کنیم. اگه شما پزشک هستید، این 4 مرحله‌ای که الان میگم نقشه راه دقیق شما برای شروع طبابت تو آلمانه. ببینید این 4 مرحله چقدر منطقی و پشت سر هم چیده شدن. همه چیز با زبان شروع میشه، چون بدون زبان اصلا نمیتونید قدم از قدم بردارید. بعدش نوبت به رسمیت شناختن مدارکتون میرسه. وقتی مدارک تایید شد، با یه آزمون تخصصی دانشتون رو میسنجن و در نهایت به اون هدف اصلی، یعنی دریافت مجوز پزشکی میرسید. این کلمه رو خوب به خاطرتون بسپارید. آپروباسیون. این کلمه هدف نهایی شماست. مجوزی که به شما اجازه میده به طور نامحدود تو هر جای آلمان که بخواید طبابت کنید. در واقع تمام اون مراحل قبلی، همه اون تلاش‌ها برای رسیدن به همین یک کلمه است. در مورد زبان یه نکته فوق‌العاده حیاتی وجود داره. فقط تسلط عمومی کافی نیست. شما علاوه بر این که باید سطح زبان عمومی بالایی داشته باشید، حتماً باید تو آزمون تخصصی زبان پزشکی یعنی فخشپرخپروفونگ هم قبول بشید. این آزمون چیو میسنجه؟ دقیقاً توانایی شما برای حرف زدن با بیمارها و همکاراتون تو شرایط واقعی یه بیمارستان یا کلینیک. خب، حالا نوبت میرسه به پرستاران عزیز. مسیر شما هم شباهت‌هایی به پزشکا داره، اما چند تا تفاوت کلیدی هم هست که باید خیلی بهشون دقت کنید. بیایید با هم نقشه راه شما رو هم مرور کنیم. نقشه راه پرستارها هم 4 گام اصلی داره. شما با اعتبارسنجی مدرک و تجربه کاریتون شروع می‌کنید، بعد وارد فرایند رسمی شناسایی مدارک میشید و بعدش هم مهارت زبانیتون رو ثابت می‌کنید. اما گام آخر برای شما یه جورایی شاه کلیده
پیدا کردن یه پیشنهاد شغلی. این پیشنهاد شغلی کلید شما برای گرفتن ویزا و ورود به آلمانه. واژه کلیدی برای شما پرستاران عزیز اینه: Berufsanerkennung. اسمش سخته ولی مفهومش ساده است. این همون فرایند رسمیه که مدارک و تخصص شما رو با استانداردهای آلمان مقایسه و تایید میکنه. خیلی ساده بگم، این مرحله ثابت میکنه که شما صلاحیت لازم برای کار کردن به عنوان پرستار تو آلمان رو دارید و رد شدن از این مرحله کاملا اجباریه. خب، رسیدیم به بحث ویزا. با کدوم ویزا باید وارد آلمان بشید؟ بیایید این جدول رو با هم سریع مرور کنیم. اگه هنوز پیشنهاد کاری ندارید، نگران نباشید. کارت فرصت یا همون opportunity card دقیقاً برای شماست. بهتون اجازه میده برید آلمان و اونجا دنبال کار بگردید. اگه از قبل یه قرارداد کاری محکم دارید، خب مسیرتون مشخصه: ویزای کاری. برای متخصصایی که درآمد بالایی دارن، کارت آبی اتحادیه اروپا یه گزینه عالیه، چون مسیر اقامت دائم رو خیلی سریع‌تر میکنه. و در نهایت اگه مسیرتون تحصیله، خب طبیعتاً به ویزای تحصیلی نیاز پیدا میکنید. خیلی خوب، فرض کنیم شما همه این مراحل رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم و رسیدید آلمان. اول از همه تبریک میگم. اما حالا سوال اینه که زندگی و کار روزمره اونجا واقعاً چه شکلیه؟ بیایید یه نگاه واقع بینانه بهش بندازیم. زندگی تو آلمان چند تا بخش مهم داره. از نظر مالی، یادتون باشه که هزینه زندگی تو شهرهای بزرگ مثل برلین و مونیخ بالاتره. پس حواستون به بودجه‌تون باشه. تو محیط کار باید خودتون رو برای فرهنگ کاری کاملا منظم، دقیق و تیمی آماده کنید. از نظر اجتماعی، بیمه درمانی برای همه اجباریه که خب خبر خوب اینه که بخشیش رو کارفرما پرداخت میکنه. و از همه اینا مهمتر به آینده فکر کنید. این مسیر میتونه شما رو به اقامت دائم و حتی شهروندی آلمان برسونه. و بالاخره میرسیم به بخش آخر. بیایید کل این مسیر رو توی چند تا توصیه کلیدی و خیلی عملی خلاصه کنیم. این نکتا بهتون کمک میکنن که این سفر رو با کمترین چالش و بیشترین شانس موفقیت طی کنید. این چک لیست نهایی شما برای موفقیته. لطفاً به اینا خوب دقت کنید. شماره 1: زبان آلمانی. از همین امروز، از همین لحظه یادگیریش رو در اولویت بذارید. شماره 2: مدارک. تنبلی نکنید، همه چیز رو از همین الان آماده کنید و بدید یه جای معتبر براتون ترجمه کنه. شماره 3: تحقیق. قوانین تو ایالت‌های مختلف آلمان میتونه یکم فرق کنه. پس ایالتی که میخواید برید رو حسابی در موردش تحقیق کنید. و شماره 4: مشاوره. نترسید از این قضیه متخصص کمک بگیرید. یه مشاور خوب میتونه کلی در وقت و انرژی شما صرفه‌جویی کنه. بله، قبول دارم. این مسیر چالش‌های خودشو داره. سخته. اما به انتهای مسیر نگاه کنید. فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای رشد حرفه‌ای و ساختن یه زندگی کاملاً جدید با استانداردهای خیلی بالا منتظر شماست. این فقط یه مهاجرت کاری نیست. یه سرمایه‌گذاری روی آینده خودتونه. حالا سوال آخر اینه: آیا شما برای شروع این فصل جدید از زندگیتون آماده اید؟